بریم با هم تو خونه موهامون رو رنگ کنیم. ریشه موهام در اومده و تصمیم گرفتم موهامو تیره تر کنم. من از برند ولا و 2 رنگ متفاوت استفاده کردم که شماره ها و مقدارش رو تو کپشن نوشتم. رنگ ها و اکسیدان رو قاطی میکنم. یه رنگ سیلورم دارم که اونم به مقدار کم تو رنگم قاطی میکنم. ترکیب نهایی نباید خیلی شل باشه، خیلی هم سفت نباشه. یک نایلون بزرگ رو دورش رو میبرم و یک گوشش رو نگه میدارم که حالا متوجه میشید چرا. از یک وازلین یا کرمی که ترکیب چربی داره دور تا دور صورت و روی گوش ها میزنیم. خب حالا اگه شما هم ریشه خاکستری یا سفید دارین، اولین قدم اینه که رنگ رو دور تا دور سر و روی ریشه ها بزنید. اینجا دستکشم رو که یادم رفته بود و دستم کردم و کار رو ادامه دادم. بعد از اینکه دور تا دور سر رو رنگ زدیم، میایم از فرق جلوی سر شروع میکنیم و لایه به لایه رنگ رو از ریشه میزنیم. حالا شاید براتون سوال بشه چرا؟ علتش هم اینه که وقتی ریشه مو سفیدی داره سخت‌تر رنگ رو میگیره. پس من میام تو 2 مرحله موهام رو رنگ میکنم. از پشت سرم هم فرق رو باز میکنم و لایه به لایه رنگ رو میذارم. حالا 2 تا نکته. یکی این که موها رو شونه بزنید تا به هم گره نخوره. 2 اینکه مو رو صاف بکشید و نذارید ریشه تا بخوره که کامل ریشه رنگ بگیره. مرحله بعد چک کردن ریشه است که به صورت افقی لایه ها رو از پشت سر جدا میکنیم، رنگ میذاریم و تا جلوی سر پیش میریم. حالا شروع میکنیم از جلوی سر ساقه ها رو رنگ میزنیم لایه به لایه. هرچی هم از رنگ عمود همه رو میریزم کف دستم و با ساقه ها رو ماساژ میدم. گوشه نایلون رو که گفته بودم میکشم روی سرم و پیشبند رو مثل کلاه میکشم رو سرم. حالا با یه دستمال همه رنگ های روی صورتم رو خیلی ساده تمیز میکنم. برای نتیجه هم میتونم